احذر احذر من أسباب الغفلة، احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة، فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد الرحلة. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد الله را که پروردگار جهانیان است. پروردگار را بر پیامبر صلوات و سلام و برکات بفرست. همچنین به خاندان پاک سریشت، صحابگانی که پیشوا و با برکتند، همسرانشان که مادران مؤمنانند، بر ما هم همراه ایشان با لطف و مهربانیت صلوات بفرست و تو مهربان ترین مهربانانی. اما بعد، برادران و خواهران عزیز، الله همه شما را نگهبان باشد. ما تا حالا با هم درباره غفلت، نوعها، سببها و درمان آن سخن کرده ایستاده ایم. غفلت در دنیا و آخرت سرچشمه تمام بلاهاست و سبب تمام دردهاست. چگونه که ذکر کردم، در نتیجه از آب دادن گلها غافل شدن، آنها پژمرده می شوند و رستنی ها می میرند. همین طور در نتیجه غفلت از الله، غفلت از هدف آفرینش، غفلت از روزی که در پیشگاه الله خواهیم ایستاد و از هر عمل خرد و بزرگ پرسیده می شویم، قلب بیمار می شود و می میرد. پس هر کسی به اندازه یک ذره عمل نیک کرده باشد آن را می بیند و هر کسی به اندازه یک ذره عمل بد کرده باشد آن را می بیند. ما در نشست‌های گذشته بسیاری از نوعهای غفلت را بیان کردیم. غفلت در این زمان شبهات و شهوت‌ها سبب‌های زیادی دارد. من هیچ زمانی را به مثل حاضر که اسباب غفلت همه جا را فرا گرفته است نمی‌دانم. اسباب‌های غفلت و دوری از الله زیاد شده است. بله، لا حول ولا قوة الا بالله. بین زمان ما که اسباب‌های غفلت همه جا را فرا گرفته است و زمان‌های گذشته نزدیکی که در آن زندگی کرده بودیم فرق زیادی است. خطرناکترین سبب غفلت همان است که من به 4 چیز گرفتار شدم. من اخطر هذه الاسباب ما قاله القائل إني ابتليت بأربع. گوینده می گوید این 4 چیز مرا غلبه کردند: ابلیس، دنیا، نفس و هوا و هوس. چگونه از این دشمنان نجات یابیم؟ من به 4 چیز گرفتار شدم. این 4 چیز مرا غلبه کردند: ابلیس، دنیا، نفس و هوا و هوس. چگونه از این دشمنان نجات یابیم؟ جواب این است که راه خلاصی فقط الله است و هر کسی به الله چنگ زند پس همانا به سوی راه راست هدایت کرده شده است. به الله چنگ زن، زیرا او مددگار ما و شما است و چقدر مددگار و یاری دهنده نیک است. انشاء الله درمان غفلت را به اذن الله تعالی بیان خواهم کرد. شیطان اولین دشمن انسان است. ما دشمنی او را کم به یاد می آوریم. با الله قسم ما دشمنی شیطان را فقط در بعض مجلس‌ها ذکر میکنیم و خلاص. پروردگار زمین و آسمان ها فرموده است در حقیقت شیطان دشمن شما است، پس او را دشمن دانید.
جز این نیست که او پیروان خود را دعوت میکند تا از اهل دوزخ باشند. وقتی انسان دعوت شیطان را میپذیرد و تسلیم او میشود و او را به سوی کفر میکشد، پناه بر الله از آن، یا او را به گناه و معصیت گرفتار میکند، سپس شیطان از او بیزاری میجوید. الله تعالی میفرماید: داستانشان مانند داستان شیطان است. چون به آدمی گفت کافر شو، پس وقتی کافر شد گفت من از تو بیزارم. به درستی که من از الله پروردگار جهانیان میترسم. در جای دیگر: پس عاقبت کار این شیطان و این آدمی آن شد که آنها در آتش باشند، آنجا جاویدانند و این از جزای ستمکاران. وقتی که کار فیصله کرده شود، شیطان گوید: به درستی که الله به شما وعده داد، وعده ای راست، و من نیز به شما وعده دادم، پس من به شما خلاف وعده کردم و مرا به شما هیچ تسلط یا حاکمیت نبود، لیکن آن بود که شما را دعوت کردم. پس شما سخن مرا قبول کردید، پس مرا ملامت نکنید و خود را ملامت کنید. من فریادرس شما نیستم و شما فریادرس من نیستید. همانا من از آن که پیش از این مرا شریک مقرر کردید بیزار شدم. به درستی که برای ستمکاران عذاب درددهنده هست. پیشوای ما پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیحی که امام نسائی و دیگران از صبره ابن ابی فاکه رضی الله عنه روایت کردند می‌فرمایند: اکثرا شیطان در راه‌ها منتظر فرزندان آدم می‌نشیند، پس در راه اسلام آوردن می‌نشیند و به او می‌گوید، یعنی به شخصی که اسلام را قبول کردن می‌خواهد: آیا مسلمان می‌شوی و دین پدرانت را رها می‌سازی؟ و آن شخص شیطان را نافرمانی می‌کند و اسلام می‌آورد. سپس در راه هجرت کردن می‌نشیند و به او می‌گوید: آیا هجرت می‌کنی؟ و زمین و جای و مکانت را میگذاری و هجرت میکنی. همانا مثال مهاجر مانند سواره در مسافرتی است که دور و درازی است. پس شیطان را نافرمانی میکند و هجرت میکند. سپس شیطان در راه جهاد می ایستد و میگوید: آیا جهاد میکنی؟ پس او جهاد نفس و مالی میکند و شیطان برای میگوید: تو قتال میکنی و در این راه کشته خواهی شد و زنت ازدواج خواهد کرد و مالت تقسیم خواهد شد. و او شیطان را نافرمانی میکند و جهاد میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کس این گونه کند حق او بر الله این است که تا او را وارد بهشت کند. شیطان در کمین ماست و حتی در رگ‌های ما جایگیر شده است. در حدیثی که امام بخاری و مسلم از صفیه بنت حیی رضی الله عنها روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم به همراه همسرشان صفیه بودند. دو مرد انصاری از نزدشان گذشته با آنها سلام دادند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: این همسرم صفیه بنت حیی است. آن دو صحابه گفتند: سبحان الله، ای رسول الله. این سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم به این دو مرد کمی سخت رسید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: شیطان مانند خون در رگ‌های انسان جاری است. بنابراین ترسیدم که مبادا شیطان چیزی در دلهای شما به وجود آورد. و در شرح این حدیث امام شافعی چیزی با فرموده است: آن حضرت صلی الله علیه و سلم برای خودشان نترسیدند، بلکه برای آن دو مرد ترسیدند، زیرا که اگر آنها با پیامبر صلی الله علیه و سلم گمان بد می‌کردند هلاک می‌شدند. هلاک. شیطان دشمن ماست و بزرگترین سبب غفلت است و ما را به سوی معصیت و گناه می‌کشاند و ما را از طاعت و عبادت باز می‌دارد و ما را به طرف کارهایی می‌برد که از الله غافل شویم. الله رحمان راست می‌گوید و شیطان دروغ می‌گوید. شیطان تنگ دستی را به شما وعده می‌دهد و شما را به بی‌حیایی امر می‌کند و الله از جانب خود آمرزش و نعمت دادن را وعده می‌کند و الله جواد دانا است. ان شاء الله با درمان این سبب در بخش درمان غفلت آشنا می‌شویم. از الله می‌خواهم که قلب‌هایمان را از خواب غفلت بیدار کند و من و شما را از شیطان در پناهش نگه دارد، زیرا او به همه کار قادر و تواناست. سلام و درود و برکات الله بر پیامبرمان محمد و بر خاندان و اصحاب ایشان باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احذر من أسباب الغفلة. احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة. فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر من أسباب الغفلة. وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين
ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد